مگر او که او خانه ویرانی را دیده، او که او بربادی دین و مذهب دیده، او که بیعزتی و حرمتی را دیده، او میگه از گشنگی میمیرم ولی ایگه پاره قبول کرده نمیتونم. و عملا شما دیدین 5 ماه گذشت که مردم افغانستان با وجود تمام مشکلات صبر و حوصله و شکیبایی از خود نشان دادن، در راهی از اونها نرفتن. سریع برای شما میگم و پنهان نمی کنم، از مردم افغانستانی را پنهان نمی کنم که قبل از عودت قطاعات محدود اتحاد جماهیر شوروی مردم افغانستان فکر میکردن که ملامت ماستیم. هرچی که میگفتین که ما قطاعات شوروی رو برای ازی خواستیم که از اونجا پاکستانی میه، از اونجا امریکایی میه، از اونجا عربی میه، سلاحهای گوناگون و مختلف میه، برای ازی که امنیت باشه. مردم قبول نمیکرد، میگفت نه شما مجرم هستین، شوروی ها را آوردین کشور ما را اشغال کردن و بکشین شوروی ها را از اینجا. همدردی و پشتیبانی مردم با اونا بود، از شما پنهان نمی کنم میره. و اگر این وطن ارتباط می داشتن، سران تنظیم ها را میگم، با این وطن ارتباط می داشتن، در دست بیگانگان نمی بودن. استخبارات نظامی پاکستان و عربستان سعودی و امریکایی ها اینا را رهبری نمی کرد. و نمو روزی که شوروی از اینجا برآمده بود یک اعلان می کردن که برادران ما برای آزادی وطن خود می جنگیدیم، شوروی را کشیدیم، آل دیگه برادر خود را، فرزند خود را، خواهر خود را و مادر خود را نمی کشیم، وطن خود را ویران نمی کنیم. این ما سلا بر زمین گذاشتیم. ما قاتل اولادهای از این وطن نیستیم، از برادران خود نیستیم. نجیب انتخابات را اعلان کرده، ما میریم که تش انتخابات میکنیم. و برای شما می آمد و میگفتن که ما آزادی شما را گرفتیم، ما شما را دیگر نکشتیم، بگوین برای کی رای میتین، بگوین برای کی رای میدادین. اکثریتتان برای امون رای میدادین. مگر استقلال خود نداشتن، آزادی نداشتن، غلامان شده بودن. اونا اجازه ندادن برش. گفت نه ملکت برو ویران کو، اسلامت برباد کو، عزت و ننگ و ناموست را لیلام کو. گله ما را باید برشان برسانین و میرسه برشان. برای که ما امروز خواهش میکنم که همه گپایی را که زدیم، همه گپایی که شما زدین، ایره برایشان نشر بکنن، که در اقل قضاوت بکنن. اگر در دلشان یک چیزی هست، در مغزشان چیز باقی مانده برای می وطن، برای می دین، برای اسلام، برای غیرت و ننگ افغانی، برای برادری، برای مسلمانی، برای افغانیت، برای اسلامی